سلام بچه، من امیررضا هستم. خوش اومدین به کانال کیم دی باز. امیدوارم روز کیم دی خوبی رو داشته باشین. اومدیم از کلکسیون و هدف جدیدمون داخل امسال رونمایی کنیم و کلا کلکسیون کیم دی فوتبال و کارتایی که من داخل 2026 در آوردم. 26. خب شروع میکنیم و توپ البته اینجا رو که زدم. خب شروع میکنیم با وایسین الان من میام. خب کارتایی که من داخل 2026 خب همونطور که مشاهده میکنین مشکل نورمون هم حل شد. خب وانتد تری هانری یا بعضی میگن فکر کنم تی هانری، ولی به نظرم برو دی پیرلو کارت در نقش جوکر. من یک لحظه و اینم پشتشه، یک کلمش معلوم باشه که اشکالی نداره و اینم پشتش. و واقعا کارت های جدیدی که امسال اومده مثل بست مومنتس واقعا خفنه، واقعا زیبا و خفنه یه جورایی جدا. خب و این صفحه دنی آلوز، زیرش هم ابراهام، نه زیر این نبود ابراهام، این چه کنم گارسیا، لوسی گارسیا و اینم ابراهام. مشکل نورمون فکر کنم دوباره اومد. ابراهام و منتخب که نه، امضاهای منتخب 2024 هم جیجی بوفون و الیور کان، مارک آندره ترشگن، یکی از دروازه‌بان‌های مورد علاقه‌ام و زیر اینا فکر کنم کی بود؟ این خوشگله بود. وایسی دیوید دخیا کو دخیا اینم که کانتونه. ولش کنیم. دیوید دخیا هم که داریم، گاوی، ادن هازارد، لیویاشین، زانتی، زلاتان ابراهیموویچ، کریستیانو رونالدو، گریزمن، آنتوان گریزمن، لیونل مسی بیسیک، کوپای مسی، مارک آندره ترشگن بیسیک، آلیسون بکر و اونانا، من میگم اونونو، کلاب من یونایتد، بارسلونا، شیرای آمازون، تاراتوک، بایرن مونیخ، سادام، کانداوارو، دیگو مارادونا، اوزبیو، توتی، امباپه، لوکا مودریچ، کثافت لوئیس فیگو که تیم ما رو پرز دزدید از تیم ما، دیوید بکام و فکر کنم زیرش هم نه، کریستیانو رونالدو، زیرش دیگه حدس بزنیم دیگه، من نمیگم، هر کی حدس بزنه همین کدو بهش میدیم. گاتوسو ادوانس، الیور کان ادوانس، اریک کانتونا، تیری هانری یا تی هانری، حالا کافو کوپا، زلاتان ابراهیموویچ و رونالدو نازاریو. خب دوستان، همونطور که مشاهده میکنین آلبوم من کامل بود و کارتایی که حالا دیگه چون میخوام کارتای هدفمون چیه داخل این یک سالی که حالا تا مهر سال بعد، یه جورایی تا مهر سال بعد ما این صفحات رو پر کنیم، حتی حالا مثلا جای این چیزا کارتای بیشتری بیاد و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه.
دیگو مارادونا بهتون سلام میرسونه و بای بای.